سر از امروز 8 ایون در دفتر نمایندگی پشت بین‌المللی DHL در شهر دوشنبه بسته بود. 6 ایون خدمات علاقه تاجیکستان ضمن یک نامه رسمی گفته است تا زمان ثبت نام دوباره این نهادها فعالیت آن در تاجیکستان متوقف خواهد شد. ساکنان تاجیکستان از شرکت بین‌المللی DHL برای ارسال و قبول حجت‌های مهم و فوری استفاده می‌کردند. یک نامه توسط این شرکت از اروپا به تاجیکستان در مدت تا 5 روز کاری دسترس می‌شد و از مهمترین راه‌های قبول و ارسال نامه‌های رسمی، دیپلماتی و کاری به حساب می‌رفت. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان قطع موقتی کاری پشت‌های بین‌المللی در این کشور را به اجرای قرار ربط دادند که هنوز ماه فوریه امسال قبول شده بود. این قرار شرکت‌های مراسلاتی را موظف کردند که برای فعالیتشان در حدود تاجیکستان اجازتنامه بگیرند. همکاری تاجیکستان با کشورهای خارجی توسط اتحاد پشت عمومی جهانی صورت می‌گیرد که دوشنبه از سال 1994 عضو این سازمان است. در تاجیکستان در برابر پشت دولتی، پشت تاجیک، اینچنین شرکت‌های بین‌المللی پشت فعالیت دارند. مردان محمد، افسانه اکابرشاهی و آزادی، دوشنبه.